جمهور علما میگوید که هر کس که نماز را سرلوچ میخوانه مکروه است. دقیق شده؟ تنها احناف ای را میگوید که اگر کسی نماز را سرلوچ میخوانه نه به خاطر از اینکه بی‌تفاوت است در قبل، بلکه جهت تواضع و انکسار فروتنی و بگه که خدا اشقث اغبر، سرلوچ و جولیده و متواضع به تو ایستاده شدیم، یا به تعبیر دیگه تو بگیم که یگان بار ما عذر کسی که میکنیم باز این کلاه خدا میمانیم که از برای خدا دیگه سر ورتلش کرده. به این تعبیر علمای احناف میگه که جواز دارد، ولی به این شکلی که ما شما بی تفاوت هستیم میره کل علما مکروه میدانند. و این سینی زیر رسول ما صلی الله علیه و سلم فقط یک بار که برای ستره بود کلاه خدا پیش روی گذاشته که دیگر از اگه تیر میشه دیگه همیشه نماز سر پت خوان. و همین نمازی که ما شما میخوان نماز تراویح، این در حقیقت نماز شب است. اگر ما این صحیح بخوانیم تهجد ما میرود و ما ترپ میخوانیم زود تیر میشه، در وقت خفتن خلاصش میکنیم. اگر کسی بعد از نماز تراویح باز هم قصد داشته باشد که نماز بخونه، بهتر است که وتر را نخونه، بهتر است که وتر را بگذارد برای خانش و داخل شب بخیزد و تراویح بخونه، وتر خود نماز بخونه و تراویح بخونه، این بهتر تر است.